ای خدا همه رو برق میگیره، ما رو چراغ نفتی بگرفته. آقا یارو 3000 میلیارد پول میدوزه میبره، هیچ کس نمیفهمه. شما یه صندوق صدقات نتونستین بدوزین که برداشتین اومدین اینجا سرخر شدین، ما هم لو رفتین. من داشتم نجات پیدا میکردم. بیا برید تو ببینم. باشه دیگه. برو تو. هفته باشه. کمربند ندی. هفته باشه ساکت. بردار گیسی ما زدی؟ میگم مگه اینجا مختلط اینا زنم که بابا اینا مرد موهاشونو کات نکردن ره. چی؟ اینا کی هم؟ خوبی؟ تنظیمی؟ سلام. به ما سلام نکن، ما از سلام خوشمون نمیاد. اینا تئاتر بازی میمونه الان چی میگن؟ ولی صداش دوبله است. دوبله. خب ما یه سلام بابا میگه به ما سلام نکن، ما از این کلمه خوشمون نمیاد. چشم ببخشید خداحافظ. اسم اونو نیار، اسم اونو نیار، اسمشو نیار، اسمشو نیار، اسمشو نیار. دوست عزیز ارباب جان من اسم کسی نیاوردم، یه سلام گفتم یه خداحافظ. میگه یه بار دیگه صداتون در بیاد یه بلایی سرتون میارم. شیطون پرستی یادتون بره که هیچ اسم خودتونم دیگه یادتون نیاد. کمربند قرمز. سرکار کلانتری صد ملت بیسیم خنجری. سرکار آقا تو توی مواد مخدر هستی؟ حالا اینا چی مواد مخدری مصرف کردن ره؟ گفته که اینا شیطان پرستن. ایزه بدون آقا ببخشید معذرت میخوام، شما کافره؟ شلوار کمربند نده. آفر چیه؟ ما لوسیفر رو میپرستیم. ها گربه سیندرلا و مشکیه خیلی باحال. لوسیفر شما میپرستین، ما یه سگ دارم از بین حرف دهنتو بفهم. لوسیفر اسم شیطانه. اسم شناسنامه شیطان. لوسی یعنی شیطان. فردا اینو میبرم عوض میکنم. لوسی یعنی شیطان. لوسیفر درود. آقا ما بلدم یه استادیومی واسه روبرو آماده باش. روبرو آماده باش. روبرو آماده باش. کاش میشونی بدونم من چی کردم وقتی ببینم ساکت. صداتون در نیاد. کمربند سرکار خنجری صد ملت بیسیم قرمز. دیگه دست نزن. داداش سه نفره این وسط تا این غیر میدید خب دست میزنه دیگه. بعد شیطونتونم یه حالی اینجا کسی غیر نمیده. ما داریم عبادت میکنیم. آقا این عبادت نیست، عبادت موزیکال تهاجم فرنگیه. مقصر آمریکاست. ای آمریکا تو تهاجم فرنگی میکنی به جوانای ما؟ من با کارد خاله با تو مبارزه میکنم. مرگ بر آمریکا. چقدر ورور میکنی؟ بذار عبادتمونو بکنیم. ببخشید ما یک سوالی داشتم از خدمت شما. ما اینا بسته کن. سوال داری از من بپرس. استاد ببخشید میگم اینا که شیطان پرستن به جای خداحافظ چیش میگن؟ به جای خداحافظ خدای چیزی میگم. شیطان حافظ. بابا تو مسخره کندهاتی. خفه خون بگیرین داریم عبادت میکنیم. چه عبادت منه؟ اینا از اون نگفتن اصلا به کدوم افاق اینا عبادت منه؟ دیگه در خود شما نزن آقا. بزن. چرا میزنی؟ ره نزن خودتو. آقا نزن خودتو عزیز. بذار عبادتشو بکنه. عبادت میخوای بکنی؟ خیلی خوب باشه. تیمور بیا این کت منو بگیر. من اینا رو به فیض اکمل میرسونم الان. بیا این شلوارمون رو بگیم و اینا رو بفرستون به بهشت. یه بوکس پرفیت برای اینا بذار.